بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. صفحه 19 کتاب 12 کانورسیشن، مکالمه. قبل از اینکه بپردازیم به مکالمه، این تذکر رو بدم که قسمت های مختلف کتاب، یعنی هر درسی فایل صوتی مختص به خودش رو داره. قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنید، حتما چند بار اول فایل صوتی مربوط به این قسمت رو گوش بدید که با تلفظ و نحوه ادای کلمات آشنا بشید. بعد بیایید سراغ این. حتما این رو دقت کنید، چون در واقع 8 نمره از نمره مستمر و پایانی شما مربوط به قسمت های شنیداری و مکالمه هست. پس حتما باید خودتون رو تقویت کنید تو مکالمه و قسمت شنیداری، که حتما لازم فایل صوتی رو چند بار گوش بدید. اینجا ما برای اینکه ویدیو طولانی نشه این رو پخش نمی کنیم دیگه. خودتون قبل از اینکه توضیحات ما رو در مورد قسمت های مختلف گوش بدید، اون جاهایی که فایل صوتی داره و حتما اول فایل صوتیش رو چند بار گوش بدید. خب تو هر مکالمه قسمت بالا سمت چپ ما ورد بانک رو داریم، یعنی بانک واژه که کلمات جدید هست. اینجا take temperature یعنی گرفتن دمای بدن یا همون تب رو گرفتن. temperature یعنی دما. physician یعنی پزشک. regard یعنی نگریستن و ملاحظه کردن. حالا تو متن بهتر ترجمه میشه این. در واقع ما هر لغتی رو با توجه به نیاز اون متن ترجمه میکنیم، چون کلمات معانی مختلفی دارن و اکثرا نمیشه خارج از متن اونا رو معنا کرد. dedicated یعنی وقف شده، اختصاص داده شده. در واقع معنی ضمنیش فداکار هست. dedicate یعنی وقف کردن و چیزی رو اختصاص دادن، مثلا به جایی، به چیز دیگه‌ای. و بازم این در طول متن بهتر ترجمه میشه. spare no pains یعنی از هیچ تلاشی مضایقه نکردن، از هیچ زحمتی دریغ نکردن. spare خودش یعنی دریغ کردن، مضایقه کردن، و pain یعنی درد و رنج، زحمت. distinguished یعنی ممتاز، برجسته. not surprisingly یعنی جای تعجب نیست، یا به طور ضمنی میتونیم بگیم بدون اغراق. و found یعنی تأسیس کردن، بنیانگذاری کردن. اینجا این found گذشته find نیست. اون find معنی پیدا کردنه و گذشتهش میشه found که شبیه اینه. این خودش اگه بخواد گذشته بشه باید ایدی بهش اضافه بشه، یعنی میشه founded که تو متن داریم و میخوانیم. خب Sarah has been in the children's medical center for a week. میگه سارا به مدت 1 هفته در مرکز درمانی کودکان بوده. Children's Medical Center یعنی مرکز درمانی کودکان یا مرکز پزشکی کودکان. Medical یعنی پزشکی. اینجا ما به طور ضمنی دیگه درمانی معنی کردیم. For اینجا یعنی به مدته، و has been یعنی بوده است، یعنی حضور داشته، اونجا بوده، که فعل ماضی نقلی حال کامل است. She has caught a terrible flu. caught اینجا گذشته catch هست که در واقع به این شکله. catch یعنی گرفتن. و اینجا چون در رابطه با مریضی هست به معنی مبتلا شدنه. فلو یعنی آنفلوانزا و terrible یعنی وحشتناک، افتضاح. میگه او به یه آنفلوانزای وحشتناک مبتلا شده بود. The doctor told her to stay there to get better. دکتر به او گفت که اونجا بمانه که بهتر بشه.
there یعنی آنجا. get better یعنی بهتر شدن. There is a photograph of an old man on the wall. یه عکسی از یه پیرمرد بر روی دیوار بود. photograph یعنی عکس. While the nurse is taking her temperature, they start talking. زمانی که پرستار داشت تبش رو میگرفت یا دمای بدنش رو اندازه میگرفت، اونها شروع به صحبت کردند. خب بین سارا و نرس یعنی پرستار. سارا میگه excuse me, who is that man in the picture؟ ببخشید اون مرد داخل تصویر کیه؟ پرستار میگه oh, don't you know him? Have you ever heard of Dr. محمد کریب؟ میگه او شما او رو نمیشناسید؟ now اینجا یعنی شناختن. Have you ever heard یعنی آیا تا به حال شنیدید درباره دکتر محمد قریب؟ have heard زمان ماضی نقلی همون حال کامل یعنی آیا تا به حال شنیدی. ever هم یعنی تا به حال و جمله سوالی هست. میگه که I guess I have only seen his name in my English book but I'm not sure about it. میگه من حدس میزنم یا گمان میکنم که فقط اسمش رو در کتاب انگلیسیم دیدم. I have seen دیدم باز ماضی نقلی حال کامل هست اما مطمئن نیستم درباره اون. sure یعنی مطمئن. پرستار میگه دکتر قریب was a famous physician. حالا اینجا ما چون ق رو تو انگلیسی نداریم گ اینجا میخوانیم. قریب ما ق تو انگلیسی نداریم صدای ق و به همین دلیل گ تلفظ میکنیم یا میتونیم که هم بگیم. اون تا اینجا چون جی ایچ نوشته ما ترجیح میدیم به جاش گ بگیم. میگه دکتر قریب یک پزشک مشهور بود. famous یعنی مشهور و physician پزشک. سارا میگه oh, can you tell me a little about his life؟ میتونی یک کمی درباره زندگیش برای من بگی؟ پرستار میگه Dr. Karib was born in Tehran in 1288. دکتر قریب متولد شد در تهران در سال 1288 که عدد سالها رو ما دوتا میخوانیم یعنی میگیم 1288 که میشه 1288. After receiving his diploma, he went abroad to study medicine. میگه بعد از گرفتن دیپلمش او به خارج رفت که پزشکی بخونه. receive یعنی دریافت کردن گرفتن. دیپلوما یعنی همون دیپلم. abroad یا abroad یعنی خارج. medicine اینجا یعنی پزشکی. In 1316 he became a physician and then came back to his homeland. در سال 1316 1316 became یعنی شد یک پزشک شد و به وطنش برگشت. then یعنی سپس came back گذشته come back یعنی برگشت. homeland یعنی وطن زادگاه. In 1347 this center was founded by Dr. Karib and one of his close friends. در سال 1347 این مرکز تأسیس شد به وسیله دکتر قریب و یکی از دوستای نزدیکش یا دوستای صمیمیش. close یعنی صمیمی نزدیک. center یعنی مرکز. was founded مجهوله که میخوانیم در گرامر درس. found گفتیم یعنی تأسیس کردن. was founded یعنی تأسیس شد. خب سارا میگه really I didn't know that. میگه واقعا من این رو نمیدونستم. پرستار میگه دکتر قریب was also a generous man. دکتر قریب همچنین یک مرد سخاوتمند بود. generous یعنی سخاوتمند. he spared no pains to cure sick children.
او از هیچ تلاشی یا از هیچ زحمتی دریغ نکرد برای درمان کودکان بیمار. spared no pain گفتیم یعنی از هیچ زحمتی مضایقه و دریغ نکردن. cure یعنی درمان کردن و sick یعنی مریض بیمار. He was very friendly and helpful to poor families. friendly یعنی دوستانه، با محبت، مهربان. helpful یعنی یاریگر، کمک رسان، مددکار. poor families یعنی خانواده‌های فقیر، یعنی او خیلی مهربان بود و کمککار خانواده‌های فقیر. Not surprisingly, he was regarded as a dedicated physician. یعنی جای تعجبی نیست یا بدون اغراق او شناخته میشد یا تلقی میشد به عنوان یک پزشک فداکار. dedicated اینجا تو کلمات جدید توضیح دادیم که اینجا تو متن بهتر این فداکار اینجا معنی بشه یا ایثارگر، چون گفتیم dedicate یعنی وقف کردن، اختصاص دادن. اینجا چون قبل از پزشک آمده نمیشه بگیم، یعنی معناش جالب نیست بگیم یک پزشک وقف شده، میگیم فداکار بود، یعنی زندگیش رو وقف دیگران کرد، هزینه و صرف دیگران کرد. از یعنی به عنوان، was regarded یعنی شناخته میشد، تلقی میشد، به اون نگریسته میشد به عنوان یک پزشک فداکار. سارا میگه it's a pity I didn't know such a great man. میگه حیف شد یا حیفه من چنین مرد بزرگی رو نمیشناختم. اینجا نو یعنی شناختن، such یعنی چنین، a great man یعنی مرد بزرگ. پرستاره میگه he was known as a distinguished university professor too. او شناخته میشد همچنین به عنوان یک استاد دانشگاه برجسته یا استاد برجسته دانشگاه، استاد ممتاز دانشگاه. distinguished یعنی برجسته و ممتاز که تو لغات جدیدم خواندیم. university یعنی دانشگاه. professor یعنی استاد. was known یعنی شناخته میشد، مجهول باز. The first Persian textbook on children's diseases was written by him. textbook یعنی کتاب درسی یا رساله. disease یعنی بیماری. میگه اولین رساله یا کتاب درسی در مورد بیماری های کودکان به وسیله اون نوشته شد. was written که مجهول گذشته ساده است، نوشته شد. He taught medicine to thousands of students. taught گذشته teach هست یعنی آموزش دادن. medicine یعنی پزشکی. thousands هزاران. او آموزش میداد پزشکی رو به هزاران دانشجو. سارا میگه oh what a great man he was. میگه او چه مرد بزرگی بوده، جمله تعجبیه. و پرستاره میگه by the way it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Garib's students. by the way یعنی ضمناً، اتفاقاً. it might be interesting یعنی ممکنه جالب باشه که بدانی to know که پزشک شما یکی از شاگردان یا دانشجوهای دکتر غریب بود. سارا میگه really that's interesting. میگه واقعا این جالبه. خب حالا ما در مورد مکالمه چند تا سوال داریم. questions. answer the following questions orally. به سوالات زیر شفاهن پاسخ دهید. orally یعنی شفاهن. منتها ما اینجا می‌نویسیم که یه وقت اگه احتیاج داشتیم یا یادمون رفت بهش مراجعه کنیم. number 1 when was Dr. Garib born. دکتر غریب چه موقع یا کی متولد شد؟ خب تو متن داشتیم کی متولد شد، در سال 1288. حالا شما قبل از اینکه
سریع برید سراغ این پاسخهایی که ما نوشتیم. خودتون اول برید خودتون رو تست کنید، جواب بدید، بعد بیایید سراغ اینا. تو همه متن‌ها و مکالمه‌ها و جای دیگه همینجوری باشه. اول خودتون جواب بدید، بعد چک کنید. Why was Dr. Karib regarded as a kind physician? چرا دکتر قریب به عنوان یک پزشک مهربان شناخته می شد؟ خب اینو تو متن مکالمه داریم. چرا؟ میگیم چون از هیچ تلاشی برای درمان کودکان بیمار مضایقه نمی کرد و خیلی مهربان و یاریگر بود نسبت به خانواده های فقیر. Because he was spared no pains to cure sick children and he was very friendly and helpful to poor families که تو متن هست. و شماره 3 number 3 Have you seen Dr. Karib TV series? سری اینجا یعنی سریال. سریال. میگه آیا شما سریال دکتر قریب رو تو تلویزیون دیدید یا نگاه کردید؟ که اینجا دیگه بستگی به خودتون داره. اگه دیدید می‌نویسید Yes I have و اگه ندیدید می‌نویسید No I haven't. خب برای این جلسه کافیه. خسته نباشید. موفق و سربلند باشید.